سلام، من دانیل کالینز هستم، برترین کارشناس یوگای صورت در دنیا. امروز همراه با مری CLA چند حرکت یوگای صورت رو بهتون آموزش میدم. یوگای صورت یک روش طبیعی فوق‌العاده برای جوانتر و سالمتر به نظر رسیدن و همینطور داشتن احساس بهتره. این روش ترکیبی از تمرینات عضلات صورت برای لیفت و سفت شدن پوست، ماساژ، تب فشاری، آکیوپرشر و ریلکسیشن هست که همگی به بهبود کلاژن، الاستین و گردش خون کمک میکنن. همین عوامل باعث میشن پوست درخشندگی و شادابی بیشتری داشته باشه. یک، تمرین وی. این حرکت عالیه برای کاهش و پیشگیری از خطوط زیر چشم و کنار چشمها. 2 انگشت وسطا رو بین ابروها بذارید. انگشت‌های اشاره رو در کنار بیرونی چشم‌ها قرار بدید. به سقف نگاه کنید و با پلک پایین یک جمع شدن قوی ایجاد کنید. باید یک لرزش یا تپش ریز در گوشه بیرونی چشم‌ها احساس کنید. این کار رو چند بار تکرار کنید. جمع کردن و رها کردن. این لرزش نشون میده که عضلات دارن منقبض و ریلکس میشن و به مرور قوی تر و سفت‌تر میشن. این کار به کاهش و پیشگیری از چین و چروک دور چشم کمک میکنه. در آخرین بار چشمها رو محکم ببندید و همون لرزش رو حس کنید. نفس عمیق بکشید و بازدم کنید. 2. لبخند صاف کننده یک اسمایل اسمودر. این تمرین برای کاهش خطوط بین بینی و دهان، لیفت گونه ها و همینطور لیفت چانه و گردن عالیه. لب بالا و پایین رو از هم دور کنید و دندون ها رو پنهان کنید. از شکل او به لبخند برید و دوباره برگردید. این کار رو چند بار تکرار کنید. بعد در حالت لبخند با دندونهای پنهان انگشت اشاره رو روی چانه بذارید و فک رو به عقب بکشید. این حرکت رو 2 بار انجام بدید. سه، صاف کردن پیشانی اسمود دبرا. این حرکت برای رفع تنش در پیشانی و افزایش کلاژن و الاستین که پرکننده طبیعی پوست هستند فوق‌العاده است. انگشت‌های اشاره رو روی پیشانی بذارید و به آرامی از مرکز به سمت بیرون بکشید و بلند کنید. این حرکت رو 3 بار تکرار کنید. مراقب باشید پوست رو نکشید. 4. چشم‌های دلفریب، فلرتی آیز. برای لیفت پلک‌های بالا و سفت کردن عضلات پایین صورت عالیه. انگشت‌های اشاره رو زیر چشم‌ها قرار بدید. لب‌ها رو از هم دور کنید و دندون‌ها رو پنهان کنید. به سقف نگاه کنید و پلک‌های بالا رو به سرعت باز و بسته کنید. فلاتر. این کار رو تا 30 ثانیه ادامه بدید و بعد ریلکس کنید. 5. تقویت عضله گردن. این تمرین عضله بزرگ جلوی گردن و قسمت زیر فک رو سفت میکنه. دستها رو روی گردن بذارید و به آرامی سر رو عقب ببرید. دستها رو تا استخوان ترقوه بکشید. دوباره تکرار کنید. حالا لب پایین رو تا حد ممکن جلو بیارید و نگه دارید. باید حس کنید عضله گردن در حال سفت شدن و تقویت شدنه. بعد سر رو به حالت عادی برگردونید. 6. نقطه فشاری اکسپرر پوینت. انگشت اشاره رو بین ابروها بذارید. چشمها رو ببندید و از بینی نفس عمیق بکشید و بیرون بدید. چشمها رو ببندید و از بینی نفس عمیق بکشید و بیرون بدید. فشار روی این نقطه گردش خون رو زیاد میکنه و رنگ پوست رو بهتر میکنه. همچنین برای آرامش اعصاب و خواب بهتر عالیه. حالا چند بار دایره وار در هر 2 جهت ماساژ بدید. 7. آزادسازی فک. با 2 انگشت و شست پوست خط فک رو بگیرید و بل کنید. این کار رو تا بالای فک ادامه بدید و دوباره تکرار کنید. این حرکت به لیفت و سفت شدن ناحیه فک کمک میکنه. 8. کشش لاله گوش ایرپول.
این حرکت برای افزایش گردش خون در صورت استفاده میشه. با سالهاست در طب سنتی هند کاربرد داره. با انگشت با شست هر دو دست لاله گوش‌ها رو بکشید. 3 بار به سمت پایین، 3 بار به بیرون و 3 بار به سمت بالا. حالا باید حس کنید گرما و جریان خون در پوست صورت افزایش پیدا کرده. امیدوارم از این تمرینات یوگای صورت لذت برده باشید. یادتون باشه برای نتیجه بهترین حرکات رو منظم انجام بدید و در کنار اون سبک زندگی سالم، مراقبت از پوست با محصولات ارگانیک با ذهنیت مثبت رو هم